البته هر انسانی که چگونه معامله که میکند همون خیل معامله را باید انتظار باشد. الجزا من جنس العمل. یک آدم کشتی میکشند، با زن یک کس زنا کردی با زنت زنا میکنند، با دختر یک کس زنا کردی با دخترت زنا میکنند، خانه یک آدم خیانت کردی خانت خیانت میکنند، حق یک انسان خوردی حق میخورند. هر یک جزا به خودش در برابرش باز مثل خودش برای تو جزا میاره. حبیب خدا گفتند که خداوند میگوید ان الله یرضى لكم ثلاثا و یکره لكم ثلاثا. ابو هریره روایت میکنه خداوند سه چیز را از شما دوست می‌دارد، سه چیز را از شما بد می‌بیند. و فیرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. سه چیز خداوند از ما و شما دوست می‌دارد، سه چیز را خدا از ما و شما بد می‌بیند. یکم دوست می‌دارد پروردگار که ما او را عبادت کنیم، دوست می‌دارد که بنده رکوع داشته باشد، بنده مسجد می آمدگی باشد، بنده سجده می کردگی باشد، بنده اطاعت خدا را کند. الله باید دوست می‌دارد. دویم خداوند دوست می‌دارد که ما به ذات پروردگار شریک نیاریم. سوم خداوند دوست می‌دارد که ما همیشه اتفاق باشیم، اتحادی در بین ما حکمران باشد، ما مسلمان ها باید پراکنده نباشیم. خدا اینا دوست می‌دارد. حضرت عثمان شهید شدنش از روی اختلاف بود، از روی پراکندگی مردم مسلمان بود، از روی متحدی اونها نبودند. محمد اقبال لاهوری می گفت اتحاد کفر از پریشانی ماست، ترقی نصارا ز عقبمانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. و خداوند بد می‌بیند از ما و شما سه چیز را. قیل و قال، گفتند و میگویند. دوم چیزی که خدا از ما بد می‌بیند سوال بسیار کردن نسبت یک برادر. سوم چیزی که خدا از ما بد می‌بیند ضایع کردن مال است.